ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби якум, гуфтори 19. درباره لشکرکشی‌های کوروش به مرزهای آسیای میانه سخن رانده یک اخباری خیلی جالبی قطیسی را یادآور شدن به مورد است. قطیسی می آورد که جنگاوران باختری به مقابل کوروش عزم قوی جنگیدن و حفظ نمودن سرزمین خود را داشتند، ولی کوروش به پیشوای جنگاوران باختری خود را همچون جاینشین و ولیعهد شاه همات استیک شناس نموده آنها را وادار ساخت که مرتبه پادشاهی او را بشناسند و از سر جنگ و خونریزی ها بگذرند. در نتیجه باختریان به سخنان او اعتماد بسته یراق‌هایشان را فرو گذاشتند و اختیاراً با کوروش سازش بستند. واقعاً موافق اخباری گیرداد بعد مرگ پادشاه همات که اکثر تاج و تخت به پسری او استیک میماند. استیک قریب 35 سال پادشاهی نموده از دست نبیره خودش کوروش کبیر که فرزند مندان نام دختری استیک و کمبوجی نام حاکمی پرسومش نامی سابقه ولایت فارس بود از تخت شاهی بی نصیب می گردد. کوروش کبیر سال 550 تا میلاد خود را به جای بابایش استیک رسما پادشاه همات اعلان می کند. این عملی کوروش کبیر از جانب پادشاهان مصر، بابل، آشور و یونان چون سلسله نوبتی به تخت نشستن یکی از نمایندگان سلاله پادشاهان ماد پذیرفته می شود. چنان که از نوشتجات سالنامه نبانید برمی آید، کوروش خزینه پرثروت پادشاهان ماد را از پایتخت آن اکبتن همدان به ولایت فارس انتقال داده حاکمان میانهاری کشورهای خردی پرسومش و انشن را از فراموش خانه روزگار به عرصه تاریخ بشریت هدایت می سازد. از بس که در آن روزگار مناسبت دولت ماد با باختر خیلی خوب بود، در این باره قطیسی نیز خبر داده است عجب نیست که در ابتدای کار باختریان با کوروش کبیر نجنگیده او را همچون وارثی شاه همات شناخته باشند. به تقویت فکری بالایی می افزاییم که قطیسی از آشوب اربک نام شاه میدی نیز یاد کرده است که بر ضد پادشاه آشور سردنپل نگرانیده شده بود. برای فرو نشاندن این آشوب جنگاوران باختری می بایست به مدد پادشاه آشور می رسیدند، ولی اربک از نزدیک آمدن جنگاوران باختری آگاه شده به استقبال سرلشکری باختریان می رود و از آنها مدد و دستگیری می پرسد. آنها به خاطر آزاد شدن از وصایت آشور متحد گردیده عزم شکست دادن ایشان را می نمایند. جنگاوران آشوری که بی خبر از این عهد مشغول عیش و نوش بودند در آغاز کار جنگاوران باختری را چون طرفدار خود پذیرفتند. فرصتی نگذشته جنگاوران آشوری مغلوب می گردند و اربک و باختری های همصفی او را ظفر یار می شوند. این اخبار را اکثری مورخان عهد قدیم و جدید از روایت بیش نمی دانند، ولی
هرچه هم نباشد، این اخبار از قرابت علاقه‌های اقتصادی و تجارتی، مناسبت‌های نیک همسایگی و گسترش رابطه‌های فرهنگی، علل خصوص پهن شدن کیش زردشتی در قلمرو همسایه کشورها درک می‌دهد. ناگفته نماند که بعضی عنصرهای زبان مادی از لحاظ اصالت تکلم، فونیتیک تاریخی و بعضی خصوصیت‌های گراماتیکی به زبان‌های خوارزمی، سغدی و باختری قرابت داشته است. کوروش کبیر بعد استوار نمودن حدودهای شمال و شرقی دولت فارس عزم بابل می کند. به قول گیردات، یکی از سرلشکران توانای فارس‌ها گرپک آسیای خورد و کوروش کبیر آسیای پیش را تحت نگین خود آوردند. سال 539 تا میلاد کوشنهای کوروش کبیر عزم بابل نموده این دولت پر اقتدار را خیلی با آسانی شکست می دهند. بعد یک محاربه شدید سرلشکر فارس‌ها گابریه، گردون سواران و سپاهیان سیرشمار شاه آشور نبانید را در نزدیکی رود دجله شکسته